چرت چی را میزدی؟ راست بگو. چرت بی پیسگی این سرمایه را بعدم سنو قرض کردیم خودم ندارم از کی قرض کردی سودا؟ همین دوران سنوی کی توفه را بگیرین شما حساب کنین. سلام علیکم، خوب هستی کاکا؟ اجازه است پالید بشینم؟ چطور چرتی دی باران شیشتی؟ بیستم تو بی سودا میشستی نکساد بی سودا؟ میشه کنم نفر پیدا شد یکی دوتا بخره. از صبح تال چند تا فروختی؟ 2 دانه. 2 دانه؟ دانی چند است؟ اون وای ساعت پولی 80 فروختم دیگه 5 فایده کردم. خب دمی 2 دانه که فروختی از صبح تال دیگه نه فکر که تقریبا دیگر است نه؟ چند فایده مون برات؟ 15 روپیه. 15 روپیه؟ بله. یعنی 7.5 روپیه دیگه. 7.5 روپیه دانه. چند نفر هستین در فامیل باز کاکا جان؟ در خانه دیگه 7 نفر. 7 نفر هست. تنها شما کار میکنید؟ تنها مثل دیگهش یتیمه. یک سنوی مثل بیره خودم هستم بس خبر. خودت هستی با سنویت و فرزند تانم وفات کرده؟ چند تا یتیم های زمان؟ 5 تا. خانه نزدیک زمینی. بازی مشکلات خانه تان حل میکنه؟ من یکم دوستای خدا اینو که پیدا میشه دیگه میگه کتی مو کمک میکنه بعضی وقت یکم روز یک معبود 15 روز. حالا همین پیشتر که از اینجا دیدم میتونیم در 4 تا رفته بودی چرت چی را میزدی؟ راست بگو. چرت بی پیسگی کل مشکل دیگه نیست. چرت بی پیسگی را؟ این سرمایه را بعدم سنو قرض کردیم خودم ندارم. از کی قرض کردی سودا؟ همین دوران سنوی. خب یعنی سنویتون برتان پیسش قرض داده؟ برو کار کن. خانه از خود از بازی کرایی است؟ نه کرایی است 3000 کرایه. 3000 کرایه. الله متعال مهربان است کاکا جان، خدا مهربان است ان شاء الله مشکل دانه حل کنه. من یک توفه دارم برتان امروز، این توفه را بگیرین خانه برین و یک گلاس چای دمی هوای سرد بارانی بنوشین و کوشش میکنیم که شما را دائمی کمک کنین. درسته؟ این توفه را بگیرین شما حساب کنین. تو خیر ببینید خدا اجرش بده. این پول خوب است ان شاء الله. اگر شاید یک ماه ما فایده کنین دیگه نه؟ الا امیر بخیر استفاده کنین. موفق باشین. برین دیگه بخیر برین.